به نظر من تو اینجا زن ایدئالمه. دیت اول سری تصمیم نگیر. داداش دختره انقدر باشوره، تو بهش گفتم ماشین ندارم، گفت ماشین من مال تو. ببخشید بچه‌ها معطل شدید، صف صندوقش خیلی شلوغ بود، مجبور شدم کارت به کارت کنم. شت بابا حواست کجاست؟ جن زد به ماشین. نکنه تو هم مثل این دوست دست و پا چلفتی؟ نگاه کن چه کثافتی به ماشینم زد. چی شده مگه؟ اتفاق دیگه. اتفاقه؟ همین امروز صبح بردمش کار باش، میتونی چشای کورتو واقعی نگاه کنی. دختر خوب اتفاق نبود، خودم از قصد ریختم رو ماشینت. اتفاقا چشام دید، چشای رفیقم هم باز کردم که چه شخصیت چیپی داری، چه آدم خوبی هستی. به خاطر یه اتفاق کوچیک شخصیت خودتو نشون دادی، چه برسه فردا وارد یه زندگی بشی. بهت که گفتم زود تصمیمتو نگیر. حالا هم بیا بریم. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکن،